بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه و ازواجه و اتباعه الی یوم الدین. برادران خیلی عزیز و گرامی، موافق وعده که کرده بودیم که امروز روز سه‌شنبه ساعت 9 من با سوالهایی که شما ارسال نمودید جواب گردانم. الحمدلله رب العالمین که خدای مهربان این ساعت را برای ما خدای مهربان موفق گردانید و در همون ساعت شکر الله مهربان میکنم که قرار دارم و در دوام این چند روز سوالهای خیلی زیاد بر من ارسال شد. انشاءالله حد الامکان حرکت میکنم که تا چه اندازه یا تا چه وقتی را که اینجا صرف می شود با سوال های شما انشاءالله پاسخ گردانم. پیش از سوال های شما را جواب دادن و خواندن، برادران عزیز و گرامی، به همگان ما و شما معلوم است که یک چند روز بعد خدا خواهد ماه مبارک رمضان داخل می شود و انشاءالله دعا میکنیم که خدای مهربان روزه داشتن این ماه مبارک را برای یکایک ما و شما توفیقش را عطا کند. در این یک ماه مبارک الله مهربان برای ما وقت خوش، برای ما تن صحت نصیب گرداند تا که این یک ماه مبارک ما روزه بداریم، از ثواب و از فضیلت و از خیر و برکات این ماه برخوردار شویم. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند این خواهشاتی که داریم، این طلباتی که داریم برای روزه داشتن این ماه، الله برای هم برادران ما که در تاجیکستان عزیزمان هستند و چی در بیرون از تاجیکستان هستند، خدا همگان شما را هم تن صحت دهد، وقتی خوش نصیب کند، امکانیتی را خدا فراهم گرداند که شما این ماه مبارک روزش داشته توانید. برادران عزیز و گرامی، حدیثی را میخواهم به سمع شما رسانم تا اینم برای یک میل شما با محبت شما، اخلاص شما به سوی این ماه مبارک باز زیاد گردد. اینقدر ترغیبات ها، اینقدر تشویقات های زیادی که برای این ماه مبارک است، برادرای عزیز، از این آیت های قرآن، از این حدیث های پیامبر برمی آید که حقیقتا این ماه را اگر ما روزه نداریم یا این ماه را اگر ما به اهمیتی کنیم، از روزه این ماه برادر عزیز روزه نگیریم، حقیقتا ما بسیار یک گویم ثوابی را، یک اجری را، بسیار یک اجر بزرگی را ما از دست دادگیم. زین لحاظ میایم به سر حدیثی که من میخواهم از فضیلت این ماه برای ما بیان کند، همگان گوش اندازیم.
حدیث برادران عزیز و گرامی، حدیث متفق علیه، هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم با راوی این حدیث حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه میارد که حدیث گویم حدیث قدسی میگویند که پیامبرمون گفت و گفت الله ذوالجلال. الله ذوالجلال چی گفتن؟ گفتن کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. الله مهربان گفته بوده است که حقیقتا ماه رمضان یا روزه ماه رمضان روزه داشتنش را بندگان من به خاطر من روزه میگیرند و این ماه ثواب این ماه را دادن، پاداش این روزه‌دارها را دادنم الله مهربان میگوید این از جانب من است. مراد از این سخنی که من خواندم برادران عزیز این است که بسیاری از عملهای ما وقتی انجام میتیم 10 ثواب دارد، مقصد با بیشتر از این دارد تا 700 ثواب دارد، لیکن الله مهربان ثواب روزه را پوشیده نگه می‌دارد. میگه و انا اجزی به، ثواب روزه‌دار را من می‌دهم، یعنی پاداش او را، اجر او را من می‌دانم و جز من هیچ کس مقصد از این آگاهی ندارد. از این سخن برمیآید برادران عزیز که خیلی و خیلی این روزه اجر و پاداش بزرگی دارد که خدای مهربان حتی عدد او را پوشیده نگه داشت که بجز ذات من کسی نمیداند. از این لحاظ معلوم است که الله مهربان هم بندگان روزه‌دار دوست می‌دارد و هم این ماه مبارک دوست می‌دارد. در دوام پیامبر نازنین ما گفتند که خدای مهربان گفته بود است که و صیام جنتون. شما می‌دانید که ماه رمضان به خاطر که این قدر اجر و پاداش و محبوبیت به سوی خدا دارد، این ماه را باز جنه خواندند. جنه به معنای برادر عزیز سپر. وقتی انسان در بر سپر داشته باشد و یا نگه دارنده هست، یعنی همینم سپر در اینجا به معنای که شما را ماه مبارک رمضان نگه می دارد از عذاب دردناک آتش جهنم. در دوام حدیث پیامبر ما گفتن فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. برادرانی که روزه می دارین خوب در همین مسئله اهمیتی. خدای مهربان فرموده بود است که شخصی روزه دار هیچگاه باید در زبانش سخنی دروغ، سخنی بیهوده، سخنی مالایعنی، غیبت، حقارت باید در زبان روزه‌دار نباشد. برادران عزیز شما بینید که وقتی این سخن الله مهربان میارد مقصد این است که ما حدیث دیگر هم داریم. حدیث دیگری هم داریم که جناب امام ابو هریره که امام بخاری در کتاب صحیح خودش میارد میگه من لم یدع قول الذر والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. هر کسی که اگر در ماه مبارک رمضان دروغ گفتن قطع نکند، غیبت کردن قطع نکند، حقارت کردن قطع نکند، بر نسبت یک برادرش تهمت و گمانهای بد ترک نکند، الله مهربان گفته بود است که دیگر برای من حاجت نیست که تو خواه طعام میخوری، خواه مقصد از نوشابه ها می نوشی، دیگر اختیار در دست خودت. یعنی آن پاداش و ثوابی را که من خواستم بر تو تیم، صد افسوس که تو با این رفتارها و کردارهای بسیار زشت و نادرست
تو مقصد آن ثوابها را و آن اجرها را از دست دادی. حتی حدیثی هم داریم که الصوم جنة ما لم یخرقها، روزه سپر است مادامی که شما این سپر را نشکنید. یعنی معناش این است که شکستنش انامین راه نادرست در ماه رمضان انتخاب کردن و در این ماه رمضان دروغ گفتن، در این ماه رمضان بیرحمی و بی انصافی کردن، این شایسته آدمی روزدار نیست. برادران عزیز، از این لحاظ بین شرط ها را هم در داخل حدیث پیامبر نازنین گوش زد من داره که مبادا به این کارها دست نزنین که شما از این بسیار پاداش بزرگ برادرای عزیز و گرامی محروم میشین. حتی بین در دوام حدیث میگه فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. حتی چقدر عادی و ساده میگه اگر یک نفر شما را حقارت کند، حتی شما را اراده کشتن داشته باشد، شما در عوضش برادر عزیز میگه هیچگاه حقارت نکنین، بلکه جواب تو بر او آدم این باشد اینی صائم، من روزدار هستم. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله فکر میکنم که این سخنهایی را که از حدیث قدسی برای شما بیان دارم انشاءالله شما را درک میکنین و در این ماه مبارک رمضان هیچگاه مقصد به این بی اهمیتی راه نمیتین. علل خصوص برادرانی که در این ماه مبارک شما مقصد در بازارها و در مغازه ها نشسته این ماه را من از همون ابتداها دائم گوش زد میکردم مردم باز میگم که در این ماه حرکت کنین که شما دنبال فایده های مالی تا نگردین. شما حرکت کنین که از همون مال آوردگیت زیان نبینی، یعنی همون مقصد مالی را که به چند مبلغ آوردی همون مبلغ تا اگر به دستت آورده توانی دیگرش را برادر از به خاطر ماه مبارک که این ثوابهایی که در پیش داری این را مقصد پیش رو بیار و از فایده ها پس بگرد، دستی مردم بگیر، در این ماه مبارک مردم یاردم که کمک که انشاءالله برادران عزیز و گرامی خداوند به توفیل این ماه مبارک با چند کرته در ماه‌های دیگر الله مهربان برای شما هم مالتان میتد و هم از ثواب این ماه برخوردار میشویم. شما اگر این ماه را فرصت دانین و گوین اکی این ماه غنیمت ایو، ما در همین ماه گرمی سودا میو، مقصد این حالت ها ای دست میروند، مردم مجبوره که یگان چیزی خرو ولی من از همینجا فایده به دست بیارم. برادر عزیز حقیقتا تو فایده به دست میاری، تو مبلغا را به دست میاری، تو از اون مبلغا مقصد ها بله ذخیره میکنی، ولی آن چیزی که خیلی مهم است برادر عزیز و گرامی وی از دست میتی. شاید برادرای عزیز در این ماه مبارک وقتی که تو مثال با بیرحمی و بی انصافی و دنبال مقصد به دست آوردن فایده زیاد اگر حرکت کنی، شاید یک نفر گوید که خدا برکت تگیرد یا ای انسان ماه رمضان یک رحم نمیکنی. همین سخن این ممکن برادر عزیز در همون تجارتی تو، در مال تو، در حیات تو یگان زیانی را البته بر بالای تو بیارد. اینا من از برای همچو برادر مسلمان، همچو یک خیرخواه شما برادرای عزیز و گرامی برای شما مقصد رسانیدستم. دوام حدیث پیامبر ما گوش میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که والذی نفس محمد بیدی، قسم خوردن حضرت، قسم بر آن خدایی که هستی و نیستیم همه در نزد الله هست، عزت و خاریم همه در نزد الله هست. قسم بر آن الله مهربان. چی میگه در دوام قسم؟ لخلوف و فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک. میگه همون بویی که در دهن روزدار هست، البته آدم از سحر تا بگه چیزی نخورد حتما دهان او بوی میکند. وقتی میگه بین خدای مهربان میگه همون
بویی که در دهن روزدار هست وی به سوی من الله میگد محبوب تر است از بهترین مشک، از بهترین همون دوخی هایی که در روی عالم ارزش های بهت بلند دارند. از اونها ده هم دیده بوی دهن روزدار برای من خوش است. ولی من امشب نگاه کردم، یک اخبار میخواندم، یکی از همون دوخی های 10 دوخی که در روی عالم گویم در مد اول میستن که دوخی های بینهایت قیمت، یکی از آنها را که استحصالش در دوبای بوده است با همکاری بسیار متخصصای همین پرفیومریا که از فرانسیا، از شویتزاریا، از ایتالیا همگی دوخی ساختن که در شیشه که بسیار شیشه هم شیشه گرانبها بوده است که از بریلیانت ساخته شده است و در داخلش 3 لیتر گویم همون دوخیه که به نام شموخ که اصلا این کلمه عربی است، اصلی ریشش همون شامیخ است. یعنی هر چیزی که بلند باشد یا کوههای بلنده شامیخ میگوید. انا همین دوخی بگیم که همین شموخ که ارزشش میگد 1,295,000 دلار بوده است. برادرای عزیز، من گفتم میتونم که الله مهربان میگد از بوی همون دهم نزد من بوی همون دهان روزدار محبوب است. در آخر الله مهربان چی گفت؟ گفت لصائم فرحتان، آدمی روزدار 2 خرسندی دارد، برای او 2 خرسندی عطا کردم. خب بین که یکی اذا افطر فرح بفطره و اذا لقی ربه فرح بصومه. یکم خرسندی که بر او دادم هرگاهی که اگر همون لحظه روزه گشادن نزدیک شدن گیرد، 1 دقیقه و 2 دقیقه که ماندن میگیرد، میگه روزدار تا چند در دلش یک خرسندی پیدا میشود که الحال از طعام مقصد تناول میکنم. دویم خرسندیش گفت الله مهربان هرگاهی که او را داخل جنت کردم از نظر خودم، از رحمت خودم من روزدار خوشنود میگردانم. برادران عزیز و گرامی، اینجا متن حدیث به انجام میرسد و انشاءالله گفته همون عزیزای خدا که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. زین لحاظ من انشاءالله گمانم همین است که آن چیزی را که من مختصرا که بیان کرده باشم برای آدم اهل فهم خدا خواهد این قبول است. انا من گوش کننده های این نواره از زمره کسانی میدانم که اونا انشاءالله از زمره نفرهای اهل فهمند، اهل توفیقند، اهل محبتند. اگر من میدانستم که این در جای مثال قرار دارم که هیچ کس مثال به این سخن، به این حدیث و به این دعوت اهمیت نمیتید، من هیچگاه برادر عزیز این حدیث را از ابتدا تا آخرم نمیخواندم. زیرا عزیزای خدا میگن پیش نااهلان چی حاصل، ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خوار را. کمال خودجندی میگفت ببینین پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال. اگر ببینی که همون مردم همون نشستگان همون قوم وقتی که در سخن تو اهمیت نمیتین، میگد اینا باقی ها هم مانندن. پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خوار را. مرغی که ارزن میخرد برای او دادن گوهر، یعنی این برادر عزیز غیر امکان است. اگر امروز برادرای ما این سخن ما را شنیدن، بعد این باز همون کردارها و همون زیشتگویی ها و همون سخنهای قبیحشان دوام دادن که گرفت، گفتی خواجه همون کمال خودجندی، اینها همون مرغهایی بودن که این دورها در پیش اونها حیف شده است. میایم برادرای عزیز به سر سوالهایی که در ما کردین. انشاءالله من این سوالها را به شما میخوانم و جوابهاش میگردانم. بعضی از
خواهرها از ما سوال کردند که همین یک ماه مبارک امکان دارد که ما بعض تابلتکه ها هست که ویا استعمال میکنیم در همین یک ماه مبارک همون بیماری زنانه ده، یعنی حیض میگن، در همون بیماری ما مبتلا نمیشیم و همین یک ماه مبارک مقصد با پرگی روزه میگیریم. بله خواهرای عزیز، اینا صاحبای کتاب دانشمندها اجازت میتین به شرطی که اگر بر سلامتی شما زیان نیارد. اگر در سلامتی زیان نداشته باشد که شما ایره خودتان میدانین، این حالت ده استفاده بردن از همون تابلتکه ها برای منع همون، یعنی گوییم که نشدن همون بیماری زنانه انشاءالله هیچ باکی ندارد. بعضی ها سوال کردن که اگه اینجا سوال ها زیاد بودن، خواهرها برادرها سوال های تکراری هم هستن، از این لحاظ بعضی ها گفتن که اگر در این ماه مبارک ماها آبازی کنیم. آبازی فرق ندارد، خواه در داخل خانه باشد، خواه در حمام ها باشد، خواه در حوض ها باشد، خواه در دریاها باشد، همه جا برای آدمی روزدار البته مقصد اجازت است. فقط احتیاط کنین که از راه های مقصد دهان، از راه های بینی مقصد یا از راه های گوش، یعنی آب به حلق شما داخل نشود. و الا اگر این احتیاط شما کرده تانین هیچ باکی ندارد آبازی کردن شما. دیگر نفرهای سوال کردن که در ماه رمضان ماها مقصد بیماریم و اگر مقصد اوکال استفاده بریم اجازت هست یا نه. اصلا برادران عزیز و خواهرای مهربان، هر کسی بیماری دارد که به سبب روزه گرفتن اگر بیماریش اوج بگیرد، شریعت اسلام اجازت دادن که این آدم حقی روزه را خوردن دارد. وقتی که خدای مهربان اگر بیماری را از او گرفت، تنش که صحت شد، بعد همین روزه های را که در حالت بیماری خورده بود همین ها را قضا میگیرد. زین لحاظ شما مقصد در جان خودتان جبر نکنین. بسیار از نوعهای بیماری هایی که چی بیماری های قندن، چی بیماری های مقصد میدن، چی بیماری های روده هستند که اینها مقصد گرفتن برای اینها بسیار مشکلات ایجاد میکند. زین لحاظ برای شما شریعت این حقوق و این اجازت داده است، فقط شماها مقصد این رعایت کنید. ولی بعضی بیماری های هست که مقصد نه چندان در او مشکلات ایجاد میکنه، اینها اگر بگیرن اجازت است. و استفاده اوکال خواهر و برادر عزیز اجازت است. این اوکال خود در موشک باشد، خود در پوست باشد، خود در گوشت باشد، حتی در همین وین هم که باشد، فقط احتیاط از همون اوکال هایی که قوت دهندن، مقصد در ارگانیسم آدم وقتی قوت میبخشد، مثل همین گلوکوزواری، از همینش احتیاط کنین. دیگر هر اوکالی که شما مثال میگذرانین، خواه برای تبابت دنداناتان باشد، خواه برای مثال پس کردن تب باشد، یا برای مثال پایان بردن فشار خون باشد، هر اوکال هایی که باشد فقط قوت دهنده نباشند، هیچی باکی ندارد. اجازت است که شما از اینها مقصد استفاده برید. خب نفری گفتن که اگر من سهوا روزه رو میخورم، از یادش میبراید و خواه میخورد، خواه مینوشد، خواه حتی بازنش هم خوابگی میکند، بعدا میفهمد که وای روزه دار است. این حالت در روزه شما باقی است. شما دوام روزه هم روزه بدارید، یعنی روزه شما از این حالت شکستگی نیست، زیرا که اینها قصدا نشدن، همه اینها سهوا یا با فراموشی شدگی‌اند. یا در حالتی که برادرها سوال کردن که مقصد ما سحر خوراک میکنیم و بعد سحر خوراک خواب میکنیم، همین حالت ده یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا شیطان مقصد فندش کرد گفتگی، با این اصطلاح بیشتر مردم استفاده میکنن. وقتی خیستین این حالت هم که باشد، برادرها و خواهرای عزیز، روزه شما باقی هست،
شما رفته غسل جنابت نکنین، این بر روزه شما یگان زیانی ندارد. در ماه رمضان سوال کردن که اگر حجامت کنیم، حجامت به همه علاقه معروف و مشهور است. خب و همچنان خونسپاری هست که امروز در مثال جمهوری ما هم یا در کجایی که شما قرار داشته باشین، برادرها مثال 300 گرم و 400 گرم خون میسپارند تا که اون خون با برای یگان برادرای دیگر یا خواهرای دیگر یک یاردم می شود. حجامت و خونسپاری بر روزه شما زیان ندارد. در رمضان پیامبر نازنین ما هم حجامه میکردند، برای همین یگان باکی ندارد. دیگر سوال کردن، گفتن که اگر ما در حالت روزدار بودیم یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم، مقصد نصف روز روزدار بود، یکی از نصف روز او طرف مثال به همو بیماری زنانش مبتلا شد، آیا همین میتوند که روزه را دوام دهد؟ نه، اینها نمیتونند. وقتی در حالت حیض یا در حالت نفاس اگر کسی روزه هم که گیرد روزش حساب نمیخورد. شما که صحت شدین، نمازها تا نزد الله مهربان بخشیده شده است. اگر 3 روز، کمترین بیماری زنانه 3 روز است، اکثرش 10 روز است. از 10 روز زیاد اگر یکی خون آمد او را در شریعت استحاضه میگن. دیگر در او حالت او عذری هست یا بیماری هست که در داخل شما است، شما در او صورت روزه داشته میتونید. ولی در این دوامی از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین، هم روزه هاتون حساب نمیخورد. ولی بعد صحت شدن شما این روزه ها را در غیر ماه رمضان قضا میدارین، ولی نمازهاتون از گردنتون ساقط است. سوال دیگری که آمدن، گفتن در چشم دارو چکاندن. در چشم دارو چکاندن برادرها و خواهرای عزیز روزه را نمیشکند. ایرا مقصد هم مانندی سرمه گفتن. اگر هر کسی که در این ماه مبارک سرمه میکند، ولی سرمه اصلا سنت پیامبرمان است، پیامبرمان هم در چشماش سرمه میکردن و خواهرای ما برادرای ما وقتی که سرمه میکنن، یعنی اون سرمه را که زنها در چشماشون میمونن که از ظاهر از بیرون هم نمایان است، این طریق برای مردها نیست. سرمه که مردها میکنن از داخلی مقصد اون پلکای چشم سرمه میکنن، اون برای همون حتی پلک چشم هم و مقصد دوایی هم هست. از این لحاظ یعنی انا هر کسی که دارو میچکاند میگد مثل همون است. حتی اگر همون سرمایی که ما در درون چشم میمالیمش، حتی دهن مونه اگر رنگش به دهن مونم که بیاید وای روزه ما را نمیشکند. انا همین چشمم به مثال همین است. گوشم برادرای از نظر علم آناتومیا امروز اثبات شدگی است که اگر همین پرده گوش کفیدگی نباشد، همون دارویی که در گوش میچکانند وای هم روزه را نمیشکند. لیکن پرده اگر شکافته باشد، شکاف شدگی باشد، همونجا دارو به حلق رفتن امکان دارد. لیکن همین جمع دیدن در کار، اگر به شرطی که همون دارو مقداری باشد که دیگر به معده را نرود، همونش هم برادرای عزیز روزه را نمیشکند. آیا گفتن بسیاری در همین رمضان مردم دلشوراک می شود، قی میگیم، یعنی وقتی دلش میشورد میگرداند. اگر همینجا از پیش خود گردانید، یعنی آنقدر پرتاف که دهنش پرشید یا از او دا بیشتر پرتافت، از مثال خودش مجبور نکرده باشد روزش نمیشکند. لیکن خودش مجبور کرده و خوردگیش اگر پس بگرداند اینجا روزش میشکند. مقصد در یک روز روزه میگیرد، قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش علاقه میشکند. خب اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را، یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال 2 هجرت بود. 2 سالی که پیامبرمون مدینه آمدن، یعنی بعد 17 یا 18 ماه میگد، این روزه بر جمیع مسلمان ها فرض شد. اولین روزه را که مسلمان ها گرفتن برادران عزیز و گرامی،
این با 26 ماه فوریه 624 میلادی که روز یکشنبه موافق میاد به همین راست آمدگی بود که انا پیامبرمون تا آخری عمرش 9 بار روزه گرفتن. یعنی همین بعد 9 بار روزه گرفتن حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتن. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است. خب سوال دیگر را میگذاریم. انا در همین ماه رمضان سوال دادن که خوردن تخم یا اکرچکا یا کلبسه یا رالتون، خب انا آیا همین ها مقصد درست است یا نادرست است؟ البته درستند. هر چیزی که اگر حلال باشد یگان باکی ندارد، اینها را خوردنشان البته به البته جایز و درست است. انا بسیاری از برادرها مقصد درباره همین رالتون میگن یا درباره کلبسه ها میگن. اصلا برادرای عزیز آنچه که گویم برای ما اعتبار دارد همون ترکیبات همونا هست. در ترکیباتشون، در سستوشون اگر یگان چیزی از حرام از شبهه چیزی نباشد وای مقصد اجازت است که ما او را تناول کنیم. شما یک مثال مقصد همین بازار گوشت فروشی میرین، گوشت خری میرین، در همونجا مقصد مردم در پیشش گوشت های تیار دارن. ما چی میدانیم که همین گوشتی را که همین انسان میفروشد همین مقصد از کدام با کدام راه کشته شده است، یا همین گوشتی مقصد حلال است حرام است ما نمیدانیم. ما همون وقت برای ما اعتبار است که همون گوشت فروش میگد که مقصد من مسلمانم یا میگد همین گوشتی که هست البته حلال است. سخن همون برای ما اعتبار است. از این لحاظ خوردن اینها هم اگر آنچه را که پیشتر گفتم از اینها اگر خالی باشد هیچ باکی ندارد. یک نفر سوال کردند که مقصد آیا همین عقیده شیعه ها را می شود که ما درست گوییم؟ یعنی نفرهایی که پیروی از اهل تشیع میکنن یا اینکه عقیده اهل تشیع را قبول دارن، آیا می شود که ما همین را درست گوییم؟ البته برادران عزیز این نمی شود و عقیده اهل سنت و الجماعه از عقیده اهل تشیع گویم بین زمین و آسمان فرق دارد. از این لحاظ هیچ وقت ما برادران و خواهرای عزیز توصیه ما گویم این است که هیچگاه از این عقیده شما پیروی نکنید. هیچگاه اگر شما خواهید که پیامبر نازنین از شما راضی باشد، الله مهربان از شما راضی باشد، همین راهی را که ما انتخاب کردیم عقیده اهل سنت و الجماعه، خب چه حنفی باشد، چه مالکی باشد، چه حنبلی باشد، چه شافعی باشد، خب اینها خواهرها و برادرای عزیز همه عقیده هستند که از قرآن و از حدیث جمع آوری شدن. زین لحاظ من شما را علل خصوص مردم تاجیکستان که من هرگاه سفرهای بیرونم داشتم درونم داشتم دایم توصیم همین است، از پیروی مذهب امام ابو حنیفه هیچگاه یگان وجبم بیرون نشوید. انشاءالله همین امام شافعی، همین امام احمد حنبل، همین امام مالک، همه اینها برادرای عزیز و گرامی دوستدارهای امام ابو حنیفه بودند. اینها حتی خودشان در علم در تقوا دائم پایانتر از ابو حنیفه نشان میدادند. زین خاطر من به خاطر آن که نه که من تعصب داشته باشم، به خاطر آن که خود عزیزا و بزرگا خود قائلم که ما در فهمیش و در علم و در تقوا و در همه جهت از ابو حنیفه ما پایانتر هستیم. این بزرگی اونها را نشان میداد. زین لحاظ پیروی از این مذاهب چارگانه برادرای عزیز بینهایت خوبتر و بهتر و لازمتر و درکارتر است.
هیچگاه از این عقیده پیروی. من زمانهای خطیب بودم برادرای عزیز، حتی در کلاب در همون منبری که می نشستم می آمدم گاه گاه در زیرش مکتوب ها می افتم. در مکتوب وقتی که من از ابوبکر و عمر و عثمان و از ابو هریره و از اینا وقتی تعریف میکردم توصیف میکردم، در همون کاغذ ها در نسبت همین بزرگا حقارت ها می نوشتم که مقصد من امور خانم و طبیعت و مقصد خیره شود. لیکن طبیعت من خیره نمیشد، بلکه من پناه طلب میکردم و با مردم میفهموندم که دادرای عزیز این راه را انتخاب نکنید که شما در راه کفر و ضلالت رفتید. از این لحاظ حتی در روسیه هم که بودم ما با یک اهل شیعه هم بحث و مناظره شدیم. حتی دیدم که در اونجا هم از همین تاجیکای ما، ولی بعضی هاش در زندانن، از همین تاجیکای ما رفته در همونجا مردم ترغیب و تشویق با شیعه کردگیان. از این لحاظ از تاجیکا علال خصوص بسیار خواهش دارم در همون مکتبها، علال خصوص مکتبهایی که در تهران و در قم و در دیگر منطقه‌ای که هستند، حتی عالم داریم در همین تاجیکستان حاضر زنده و حیات است که خودش میگد که من نفرهای را در همون شهرها هم صحبت شدم که اونها گفتن که ما همین عقیده را قبول کردیم و یکی تاجیکستان که رفتیم همین عقیده ما پوشیده نگه می‌داریم، یعنی اینا ما آشکار نمیکنیم که ما همین خیلی عقیده داریم. این عالم با شنیدگی من میگه من گفتم که این عقیده را باید شما نمیگرفتین و حتی در تاجیکستان هم که باشین این عقیده را پوشیده نگه ندارین، بلکه از این عقیده بیزار باشین. شما همون عقیده امام ابو حنیفه را بگیرین. زین لحاظ هر کسی که در این اعتقاد هست، من همچو یک برادری مسلمان، من همچو یک فهمیش و درکی را که از قرآن از حدیث کردم، برای شما مراجعتم همین است که داخل نشوین در این عقیده و در این راه که شما فردای قیامت البته به البته پشیمان میشوین. زیرا این راه بسیار راه خطرناک است. راهی هست که فقط یک مذهبی هست که یک راهی هست که فقط حقارت میکنی، فقط باید تو در داخل حقارت باشی. زین لحاظ یک مذهبی ساخته است. ایرا اصل شگیری اگر همون عبدالله ابن سبای یهودی رو تشکیل کننده انا همین عقیده اهل تشیع هستند. من در این بابت سخنهای زیاد دارم، ولی این قدر گفتنیم که برادرها و خواهرای عزیز هیچگاه فرزندار احمد دیگر مراجعت من به دیگر که مثال خداشونه وهابی میگن یا سلفی میگن یا ترغیبی میگن یا تشویقی میگن یا انا برای ما آمده است. لیکن میخواهم باز انشاءالله برای شما در هفته های آینده، یعنی ارادم همین است که باز در همین جمعه که در پیش آمده ایستاده است، همین ساعت 9 با وقت دوشنبه باقی مانده سوال های شما را من جواب گویم و با سوال هایی که تا این زمان به من میرسد انشاءالله برای اینهاش هم برای شما جواب میگردانم. خداوند همه شما را نگهبان باشد. و امروز بسیاری خواهرها و برادرها و مادرایی که از این تاجیکستان من در زنگ میزنن میگن که در حق فرزندامون دعا کن که در غریبی هن و مردم مقصد در یک حالتی بسیار ترسن که مبادا فرزنداشون مبتلای این بیماری نشوند. خدای مهربان ما دعا میکنیم که الله مهربان تمام این فرزندای ما را، تمام مردم ما را در حفظ امانش نگهبان باشد. از این دردها خدا نجاتشون تید. بازم تاکید میکنم برادرایی که علاوه خصوص در این ماه مبارک شما برادراتون دستگیری میکنین، از مالهای زکاتون اونها را تامین میکنین، خدا باز هم مالهاتون زیاد گردانه، باز هم در پناه رحمت اسمتش نگهبانتون باشه. و همچنان شما هم دعا کنین که خدای مهربان این تاجیکستان عزیزی ما را هم که چقدر باور کنین زیباگی ها، چقدر انشاءالله خوبی ها روز به روز
در این ملک ما زیاد چیزی خداوند باز هم از این زیاد گردانه و این رهبر ما را و این نفرهایی که در آبادی این دولت، در پیشروی این دولت، برای بهبود این مردم خیلی خیلی باور کنین چاره‌جویی ها میکنن تا که این مردم از همین مشکلات باشد، سختی باشد، خلاص شوند. خداوند همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهبانشون باشد. خداوند همیشه این ملک ما را همین حاضر آرامی و تینجی که بهترین نعمت است که ما را فرا گرفته است که آزادانه برادران عزیز در خانه دیگر میریم، میشینیم، صحبت هامون میکنیم، همچنان مقصد در بیرون ها آزاد میگردیم. شکر الله مهربان میکنیم که خدا این نعمت در ما برقرار و بردوام نگه دارد و خدای مهربان ایمان هامون کامل کند، محبت و اخلاص هامون به دین خدا باز زیاد کند و این توفیق ماه مبارک روزه داشتنش بر یکایک ما و شما نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.